سلام. امروز یه تمرین سرشونه خفن داریم با تاکید روی گرد شدنشون ها. البته اینا رو بعد آپین میگم از اینجا تمرین بده. برو بریم. خب بچه ها وزنه رو سنگین کردیم واسه اینکه ریسک آسیب بیاد پایین اولیو، چون خیلی متفاوت نیستش که شما دست از جلو بگیری پرس بزنی یا پشت. وقتی پشت میگیری قسمت جلویی و میانی خورده درگیرتر میشه، ولی وقتی جلو بگیری آرنج تو جلو بگیری بیشتر فوکس روی قسمت جلویی عضله دلتویده. برای حسین واسه اینکه خدا نکرده آسیب نبینه بدنش هم خشکه، الان ست اول که سنگینه رو همون جلو میلیتری میزنیم معمولی، بعد دوباره میریم پشت گردن و هر ست دراپ میکنیم هر 6 تا 8 تا تکرار. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، سه تا میخوام بزن جا داره بزن پام پشون جاب دوزه سری 25 بکن. آره برو بریم داشتم یه 10 ثانیه دیگه بگیر. 7 6 5 پشت کردن 4 3 2 let's go. 1 2 3 come on 4 5 سه تا میخوام دو تا آخری مرسی عالی بکنش. حسین رایده برو بدون استراحت برو ببینم چه میکنی ها. 1 آهسته تمیز 2 3 عجله نکن داداش 4 5 بیا یه ذره دیپتر 6 کامان نه نذار برو حسین هستم برو 5 تا 6 تا 7 تا 7 تا دونه 7 6 5 4 3 2 مرسی تمام. سرشونه هر موقع دیدید طرف گذاشت پشت گردن دیگه بدونید اونجا رسیده به ناتوانی. خب حسین دستشو هم 7 تا داداش یه ذره زانو تو بشکن، یه خورده خم بده جلو بکش بالا صاف، رنج بیشتر، آرنجت هم صاف بگیر. 2 3 4 5 6 7 دست عرضشون بریم برو این داداش 7 یه خورده خم بده جلو 6 5 4 3 2 مرسی. دست باز از عرضشون یکم واسه زیاد شد کمتر برو 7 تا میبریم 7 6 5 4 3 2 عالی حسین. بریم سراغ حرکت مورد علاقه من این حرکت رو خیلی دوست دارم واسه بچه‌هایی که دوست دارن به قول معروف سرشونه‌شون فولنس بهتری بگیره و گرد بشه از جانب از کنار. این حرکت خیلی کمکتون میکنه. این مچ‌بنده استفاده میکنیم که ساعد درگیر نشه، شاید از کنار بدنش داره میاره بالا. حسین جان چندیم؟ بیا داداش 9 10 5 تا 4 3 2 آخری حسین بیا تمامش کن. یه دونه رم دو تا بزن بریم جونم. باری کرد بشین داداش همینجا بشین بزن برو 1 جونم 2 سر تو بالا نگه دار 3 یه خورده جلو باش 4 5 6 7 8 بالا 9 10 لدرال فرانت 11 بیا لدرال اول لدرال بیا دست خالی بیا بزن بریم 3 تا سریع 1 2 حالا هستش مرسی عالی. دستتو بالا نگه دار حسین تو لدرال نگه دار اینجا. خیلی من آروم فشار میدم پایین، شما بجنگ با من بالا نگه شو. بیار بالا بجنگ فشار بده بالا تو
فشار بده. دوباره 4 تا دونه تمام حسین. بیا 3 تا. 2 تا. ماشاءالله قوی ماشاءالله. اجاش اینا رو تو آینه میری الان نگاه میکنی حالشو میبری. جا نداره دیگه. به چون یه تجربه که هم من هم حسین با هم دیگه به نتیجه رسیدیم اینه که با این گریپ ها وقتی شولدر میزنی یا از اون برای تمرین کشیدنی استفاده میشه، ولی توی تمرین سرشونه برای درگیر کردن خود کاپ سرشونه خیلی بهتره. حتی برای اشتراک زدن تمرین اینجوری فوق العاده است. دقیقاً برای اینکه شما دیگه ساعدتو درگیر نمی‌کنی دیگه، این دستتو اینجوری صفر نگه نمی‌داری که. دقیقاً. انگشتای من تو آزاد فشار قشنگ روی مچم. آسته تر بزن حسین. بریم ادامه. همونجا حسین یه جمع نگه دار. خب بچه ها حرکت بعدی که میخوایم بزنیم حرکت بک فلای با کیبل و سوپرستش فیس پول میزنیم از بالا به پایین. حسین یه روز دیگه توی هفته عضلات پشتش و پشت سرشونه‌اش رو تمرین میده. به همین خاطر روز سرشونه ما همین حرکت رو بیشتر نمیزنیم که اجازه و فرصت برای ریکاوری عضله ها داشته باشه. عجله نکن داداش. Come on. آخری حسین، آخری. مرسی. بیا جنگی. وقت بکش، خوراکشه. فوتبالیست باید میشدی تو. در دقیقه 90 به بعد میخوردی. برو بریم. یک. کلا. بذار بره بکش. کافی مرسی. همونجا پا شدی یه پوز مهمونمون کن و تمام. منس فیزیک تو بزن. عالی. حسین فکر میکنم این مسابقه بهترین نتیجه و پکیج تو میبری. یعنی اصلا این بک تا حالا بک تو این شکلی من ندیده بودم هیچ وقت. جلوت که همیشه قشنگ بوده ولی بک 2 تا لایه اومده روش. اصلا همون جلو هم حس میکنم دیولپ کرده.